بعد یادم نمیره، حالا من از شمال داشتم حرکت میکردم به سمت فرودگاه، هر 3 نفرمون، هم مامان هم بابا هم خودم، ساکت بود، اصلا حرف نزدیم تو ماشین. خیلی جو سنگین و عجیب غریب بود، هممون نمیدونستیم که چه اتفاقی قراره بیفته و فقط لحظه آخر خداحافظی، حالا اون اشکا و لبخندا هست، آدم همزمان هم میخنده هم اشک میریزه و تجربه که واقعا نمیشه با چیزی تشبیهش کردش. یک بین دوراهیه واقعا لحظه رفتن. با مهمون قبلی ما امیر داشتیم صحبت میکنیم، امیر من گفتش که قلب آدم انگار کنده میشه، نمیفهمی یه حسی داری مثل اینکه بین زمین و هوا گیر کردی، نمیدونی کجایی دقیقا، یا اینجا وصلی یا داری میری به یه جای دیگه. اصلا یه حالت عجیبی داره، قلبت یه اینجا دیگه است، ذهنت یه جای دیگه است. بعضی موقع هم قلبت یک جا گیر کرده و هم ذهنت.